یه مدتی شبنامه منتشر میکردن برای حضرت آقا. همیشه همینطور بوده، منحصر به حالا نیست. البته در هر زمانی این قضیه هست، برای که عالم نمایان دین همیشه سعیشون بر صدمه زدن به علما و زهاد هست که مردم از دین متنفر بکنن. این همیشه هست، همیشه بوده و تمام ائمه هدی علیهم السلام را هم همه جو تهمت میزدن. ولی ما محک داریم، سنگ محک داریم. سنگ محک ما خود شریعت اسلامه. شریعت اسلام به ما دستور میده یا ایها الذین آمنوا لا تجسسوا، ای گروه مؤمنین در کار دیگران تجسس نکنید. پس آنکه از زندگی دیگران با خبره، معلوم تجسس کرده. چون تجسس کرد پس مسلم نیست. ولا یغتب بعضکم علی بعض، اگر عیبی هم دیدید این عیب بازگو نکنید. ولی بازگو کرد باز معلوم شه مسلم نیست. والذین یحبون ان تشیع الفاحشه من المؤمنین، با آنها که دوست دارن عیب مؤمنین را افشا کنن، اینها از زمره اسلام خارج هستند. به اینها بشارت جهنم بده. پس در این پیغام هایی که میدن یا مطالب می نویسند یا منتشر میکنن برای رفقا درویشی، این هر سه معصیت موجوده. این هر سه معصیت دلیلش بر این است که این اعمال مسلمان نیست، اعمال غیر مسلمه. و غیر مسلم هم برای این است که بتونه به اسلام صدمه بزنه، به اصطلاحش دین زدایی بکنه و مردم از دین متنفر کنه. ولی فطرت بشر به سوی دین حرکت میکنه.